سلام دوستان عزیز، چطورید بچه‌ها؟ محمد لجند هستم و خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. فکر کنم خیلیاتون در جریان ویدیو اول داخل چنل اصلی هستی که یه دونه ویدیو آپلود کرده بودم. گفتم اون چنل یه سری مشکلات واسش پیش اومده که فکر کنم خیلیاتون هم از قبل در جریان بودید که 2 تا استرایک گرفته بودم و چنلم اگه یه دونه استرایک دیگه هر جوری باشه و فکر کنم خیلیاتون هم میدونید چون زبان فارسی و پشتیبانی نمی‌کنیم، دیدی همین الان یه دفعه به ما زد و فکر کنم خیلیاتون هم در جریان یوتیوب جدیدن داره رفع فیلتر میشه و دیگه همه با آی پی ایرانی میان. یه سری مشکلات شاید واسمون درست بشه که دیدی چنلمون یه دفعه صبح بیدار شدیم حذف شده بود. به خاطر همین این چنل رو زدم و اگه دوست داشتید دمتون گرم، خیلی عشقید این چنل مثل چنل قبلی حمایت کنید. فقط کاری که بهتون میگم انجام بدید بچه‌ها، حتما ویدیو رو لایک کنید، زنگوله بغل سابسکرایب رو روشن کنید، ویدیو رو سیو کنید و یه دونه کامنت بذارید هر چی دوست داشتید. و اینا بهتون بگم دمتون گرم که این کارو انجام بدید. فقط دوست داشتم یه دونه هدیه هم بهتون بدم به خاطر سال 1403 و دم تک تکتون گرم که همیشه از من حمایت کردید. یه دونه فول گردونه بود که تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم. فقط کامنت بذارید بچه‌ها، کامنت هم زیاد نمیخواد بذارید، هر چی دوست داشتید بنویسید. فقط اون کاری که بهتون گفتم لایک و زنگوله و این داستان حتما یادتون نره انجام بدید. دونه فول گردون هستش که احتمالاً تو هفته آینده بهتون میگم به کی میرسه. بتل پس همون که واسه ویدیو قبلی بودم. دم تک تکتون گرم بچه‌ها که اومدید به چنل جدید و ساب این چیزا رو انجام دادید. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم بتونم داخل این چنل حتما جوابگوی تمام حمایتاتون باشم. نمیدونم داخل این چنل چی بذارم بچه‌ها، احتمال هم کالاف موبایل خودمون رو بذاریم یا یه چیز دیگه بذارم تا موقعی که اون چنل داریم اگه مشکلی پیش اومد می‌کنیمش کالاف دیچی موبایل. اگه نظر چیزی دارید حتما داخل کامنت ها بگید، پینش میکنم و احتمالا نمیدونم خدا وکیل اصلا فکرم به هیچ جایش نرسیده، فقط چون این داستانا پیش اومد گفتم حتما یه چنل بزنیم که مشکلی پیش اومد شماره از دست ندم که بعدا منو پیدا نکنید یه دفعه کلا من برم و چنل دیگه هم بزنم بچه‌هامو دیگه ما رو پیدا نکنن، چون یوتیوب بر اساس نشون دادن الگوریتم، یعنی مثلا ویدیوات خوب مثلا بازدید نگیرن اولش که به بقیه نشونش نمیده، شما دیگه احتمال خیلی زیاد منو پیدا نکنید. به خاطر همین بود. دم تک تکتون گرم، خیلی دوستتون دارم، خیلی عشقید بادم بهتون میگم. فعلا تا ویدیو آینده و هر چیزی که پیش اومد دم تک تکتون گرم و پیشاپیش سال نورم بهتون مبارک میگم و سال خوبی و پیش خانواده‌تون داشته باشید و به هر آرزویی که دوست داشتید برسید. البته که بچه‌ها واسم نوشته بود آرزو دارم اکانت تو رو بدزدن. چرا این همچین چیزی گفته بود؟ یکی دیگه بود نوشته بود آرزو دارم اکانت مزیار بانک واسم بخری. یادش بخیر. یه همچین چیزایی بود. خلاصه کلام. دم تک تکتون گرم، خیلی عشقید، خیلی دوستتون دارم. فعلا تا ویدیو آینده و سال جدید خدافظ همتون. خیلی عشقید، خیلی دوستتون دارم.